بچه ها، من امروز یه 5 تا پیام گرفته بودم، ببخشید بیشتر از 5 تا میشدش. اکثرا بچه‌هایی که تازه میخوان ایتو شروع بکنن میترسن و به من این رو گفتن ما زمانی که تو اینستا بالا پایین میکنیم نمونه کار بچهای ادیتورای حرفه‌ای رو میبینیم که چندین ساله دارن کار میکنن، ولی وقتی نمونه کارشو میبینیم ما میترسیم بیایم سمت ایت و حتی خیلیشون کلا ایتو کنار گذاشتن. بچه‌ها قشنگ میتونم قسم بخورم، چون من با خیلی از ادیتورهای حرفه‌ای حرف زدم، صحبت کردم، اونو بچه واقعا زحمت کشیدن، چند تا پیرن از من و تو بیشتر پاره کردن. به خدا شب و روزشون رو یکی کردن، به والله شب و روزشون رو یکی کردن، نشستم پای این مانیتور لپتاپ. ببینین یه صفر یه صده. خب شما میرید که اینستا، یهو اینستا رو باز میکنی 100 رو میبینی، این چیزی که نمونه کاری که گذاشته رو میبینی، نمیبینی آقا پشت این بدبختی کشیده. و میخوام اینو بگم تو رو خدا ادامه بده و بچه‌هایی که اینجا هستن تو این پیج بیان یه امیدواری به امثال من. ببین رو زمین نشستم دارم کار میکنم و امثال بچه‌ها که تازه میخوان شروع بکنن یه امیدی بهشون بدین. و میخوام به تویی که تازه میخوای شروع بکنی میخوام بگم بابا ادامه بده، خواهش میکنم ادامه بده. بچه‌ها درآمدشون خیلی خوبه ها، من با خیلی هاشون صحبت کردم و مثلا مثال میزنم زیر 100 میلیون یا زیر 200 میلیون ادیتور حرفه‌ای نمیگیره.